دوستان عزیزم سلام، بهنام رستمی هستم و امروز میخوام بهتون طرز تهیه این شیرینیای خوشمزه یعنی گوشفیل رو آموزش بدم. همونطور که میدونید توی اصفهان گوشفیل رو با دوغ میخورن، ولی خب به نظر من کنار چایی خیلی بهتر میشه. مقدار مواد لازم برای درست کردن گوشفیل هم این هاست: 2 تا زرده تخم مرغ، نصف پیمونه شیر، حدود 2 پیمونه آرد، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1 قاشق چایخوری روغن جامد یا کره آب شده، 1/8 قاشق چایخوری نمک و 1/2 قاشق چایخوری وانیل. برای شربتش هم 1 پیمونه آب، 1.5 پیمونه شکر، 1 قاشق چایخوری آب لیمو، 1 قاشق غذاخوری زعفرون آب کرده، 2 عدد هل، 1 دونه چوب دارچین، 1/4 پیمونه گلاب با 1 قاشق غذاخوری گلوکوز نیاز داریم. خب حالا دیگه بریم سراغ درست کردن شیرینی گوشفیل. اول باید سفیده و زرده تخم مرغ رو از هم جدا کنیم. برای این کار یه سری دستگاهایی هم وجود داره، ولی خب نیازی نیست، به همین سادگی شما میتونید زرده رو از سفیده جدا کنید. تخم مرغ رو بشکنید، زرده و سفیده رو این شکلی اینور اونور کنید، اینجوری سفیده ها کامل خارج میشه و زرده رو میتونید ازش جدا کنید و میریزیم توی ظرفی که قرار توش خمیرمون رو درست کنیم. این از 2 تا زرده من. حالا سفیده رو میذارم کنار و شروع میکنم به هم زدن زرده ها. زرده رو باید اونقدری هم بزنیم تا بافتش کاملا از هم باز بشه و یک دست شه. این که زردمون رو به اندازه هم بزنیم باعث میشه بوی زهم تخم مرغ گرفته بشه و شیرینیمون در انتها بوی تخم مرغ نده. من در مورد تهچینم اینو گفتم که تخم مرغ رو به اندازه هم بزنین تا تهچین در انتها بوی تخم مرغ نده. حالا باید بهش وانیل اضافه کنیم. اضافه کردن وانیل هم به گرفتن بوی تخم مرغ کمک میکنه. در این حال باعث میشه که خمیرمون خیلی خوشمزه تر بشه و طعم وانیل بگیره. کسایی که میخوان شیرینیشون کم شیره تر بشه، وانیل رو حتما اضافه کنن تا خمیرشون وانیلی و خوشمزه بشه. وقتی موادمون خوب با هم مخلوط شدن، نوبت اضافه کردن شیره. شیر رو میریزیم توش و همشون میزنیم تا کاملا یک دست بشن. حالا باید روغن جامد یا کره آب شده بهش اضافه کنیم. اصلا از روغن استفاده نکنید چون روی بافت خمیرتون تأثیر میذاره. موادمون رو با هم مخلوط میکنیم و همشون میزنیم تا خوب به خورد هم برن. حالا به آردمون بیکینگ پودر اضافه میکنیم. 1 پینچ هم نمک میریزیم توش. بعد آرد و بیکینگ پودر و نمک رو با قاشق هم میزنیم و مخلوط میکنیم تا مواد به خورد هم برن و خوب با هم ترکیب بشن. حتما از بیکینگ پودر تازه استفاده کنین که اون تأثیری که میخوایم رو از بیکینگ پودر بگیریم. ما میخوایم شیرینیمون پف کنه که اگه بیکینگ پودر تازه و سالم نباشه خب این اتفاق نمیفته. حالا به موادمون که همشون زدیم کم کم آرد رو اضافه میکنیم و باز همشون میزنیم. ما توی مقدار مواد لازم گفتیم حدود 2 پیمونه آرد، ولی خب احتمالاً یه مقدار کمتر آرد استفاده میشه. بستگی به آبخور آرد داره، نمیشه دقیق گفت. واسه همین کم کم آرد رو اضافه میکنیم و همشون میزنیم. بعد با لیسک به این صورت مخلوطشون میکنیم و وقتی به اون مرحله رسیدن که میشد ورزش داد، باید ورزش بدیم تا به یه خمیر لطیفی برسیم. ببینید به این صورت باید خمیرمون رو ورز بدیم. از اطراف خمیر رو جمع میکنیم و با کف دست ورزش میدیم تا به یه خمیر لطیفی برسیم. ببینید خمیر من اصلا به دستم نمیچسبه ولی کاملا لطیفه. حالا میذاریمش توی پلاستیک و توی دمای آشپزخونه 2 ساعتی بهش استراحت میدیم. توی این مدت میریم سراغ درست کردن شربت. 1 لیوان آب میریزیم توی ظرف و 1.5 لیوان شکر بهش اضافه میکنیم. خیلی مهمه که شربتمون کاملا با کیفیت باشه چون طعم اصلی شیرینی از همین شربت میاد. بعد از اضافه کردن 1.5 لیوان شکر شعله رو روشن میکنیم و وقتی جوشید و شکر توش حل شد باید بهش آب لیمو اضافه کنیم. میتونید از جوهر لیمو هم استفاده کنید. این کار باعث میشه که شربتمون شکرک نزنه. حالا زعفرون میریزیم توش. 2 تا دونه هل بهش اضافه میکنیم و 1 دونه هم چوب دارچین میندازیم توش. بعد 1/4 پیمونه گلاب رو هم میریزیم داخل شربتمون.
در آخر 1 قاشق غذاخوری هم گلوکوز به شربت اضافه میکنیم و از این مرحله شروع میکنیم به هم زدن موادمون تا گلوکوز کاملا توش حل بشه. اینکه تا این مرحله شربت رو هم نزدیم به این دلیل بود که در آخر شربتمون شکرک نزنه، ولی وقتی گلوکوز رو اضافه میکنیم دیگه همشون میزنیم تا خوب توی هم حل بشن. حتما هم گلوکوز رو اضافه کنیم، چون گفتم دیگه شربت برای این شیرینی خیلی مهمه و گلوکوز باعث میشه که شیرینیمون جلای بیشتری داشته باشه و با کیفیت تر بشه. وقتی 5-6 دقیقه جوشید به این صورت به قوام میرسه. وقتی بین دو تا دستتون میگیرید این شکلی کش میاد. شربتمون آماده است. خاموشش میکنیم تا تو دمای آشپزخونه بمونه و ولرم بشه. حالا یه سطح صاف رو آردی میکنیم و خمیرمون رو که 2 ساعت استراحت کرده با وردن روش باز میکنیم. خمیر رو باید در حدی باز کنیم که قطرش بین 2 الی 5 میلیمتر باشه. بعد اطرافش رو به این صورت میبریم و میذاریم کنار تا بعد دوباره صافش کنیم و اینجا یه شکل مربع یا مستطیل در میاریم و خمیرمون رو به این صورت برش میزنیم. هم میتونید با این پیتزا برها برش بزنید، هم با چاقو. ولی اگه با چاقو این کار رو میکنید از یه چاقوی بزرگ استفاده کنید که اینجوری نکشید، چون شکلش خراب میشه. ببینید این میشه گوشتفیل ما. قطرش هم نگاه کنید. هم میتونید به این صورت مستطیلی درش بیارید، هم به این صورت برش بزنید و به شکل لوزی درش بیارید. اینم از گوشتفیل هایی که به شکل لوزی هستن. قطرش رو ببینید. حالا با شعله کم روغن رو داغ میکنیم و تستش میکنیم. وقتی داغ بود گوشتفیلا رو میریزیم داخلش تا خوب سرخ بشن. اگه روغن داغ نباشه گوشتفیل خوب پف نمیکنه و زود هم بیات میشه. پس حتما روغنتون داغ باشه. بعد همشون میزنیم تا 2 طرفشون سرخ بشن و به رنگ دلخواهمون در بیاد. هر چقدر که دوست دارید میتونید گوشتفیل رو سرخ کنید. بعضیا میذارن کاملا سرخ و طلایی بشه، بعضیا هم یه مقدار روشن‌تر برش میدارن. بعد از روغن خارجش میکنیم و وقتی روغن اضافهش ازش خارج شد همینجوری داغ میریزیمش داخل شربتی که درست کردیم و الان ولرم شده. بین 2-3 دقیقه تا 5 دقیقه میتونید داخل شربت بغلتونیدش تا هر چقدر که دوست دارید شربت به خوردش بره. اینم از گوشتفیل های جذاب و خوشمزه ما. به جاتون خالیه واقعا. برای جذاب تر شدنش هم میتونید روش یه مقدار پودر پسته بپاشید. اگه این آموزش رو دوست داشتید لطفاً این صفحه رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید و نظراتتون رو در موردش برام بنویسید. بریم که این گوشتفیلا رو بهتون نشون بدم. ببینید این گوشتفیل حدوداً 5 دقیقه توی شربت مونده و کاملاً به خوردش رفته شربت. داخلش رو ببینید کاملا شربتیه. به این یکی گوشتفیل رو نگاه کنید. این حدوداً 3 دقیقه توی شربت مونده. شربت خیلی داخلش نرفته ولی خوب شربتی شده. نگاه کنید. اینم از داخل این گوشتفیل. واقعا خوشمزه است. حتما امتحانش کنید. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. امیدوارم حتما درستش کنید و لذتش رو ببرید.